آیا می دانید دیناسورها چگونه از بین رفتن؟ در اثر آب، آتش یا شاب سنگ؟ جواب درست میشه شاب سنگ. میشه گفت کره زمین زمان دیناسورها یعنی قبل از 66 میلیون سال پیش برای دیناسورها یک بهشت بود. آنها مالک زمین بودند. هر غذایی برای آنها وجود داشت. اما بعد از مدتی همه چیز تغییر کرد. یک شاب سنگ غول پیکر جهتش را به سمت زمین تغییر داد. به طرف زمین حرکت کرد و با سرعت به جلو آمد. ولی ساکنان آن خبری نداشتند. قطر آن شاب سنگ 80 کیلومتر بود است، برابر یک شهر بزرگ. وقتی این سنگ به زمین میرسد به قدری بزرگ بوده که تهش در جای قرار گرفته که الان هواپیماها در آنجا هستند. ضربه این سنگ چاله بزرگی در دریا ایجاد کرد که در خلیج مکزیک 150 کیلومتر است و عمقش 20 کیلومتر است. بعد از این ضربه دنیا به هم ریخت. مگا سونامی بلند شد و به هر طرف حرکت کرد. دانشمندان میگویند ارتفاع آن بیش از 1.5 کیلومتر بوده است. این مگا سونامی 10 ساعت طول کشید و خشکی‌های اطرافش را در هم کوبید. جنگل‌هایی که در شعاع 1000 کیلومتری این ضربه قرار داشتند دچار آتش سوزی شدند. دنیا به جهنم تبدیل شده بود که در این حال زلزله 12 ریشتری آمد که بسیار قوی بود. این ساعت‌های اول فاجعه است. در شعاع 1500 کیلومتری این ضربه تمام حیوانات مردند و حیوانات دیگری که در خارج این شعاع بودند به طور دیگری مردند. وقتی این شاب سنگ به زمین خورد شد و دوباره به آسمان برگشت. بعد از 40 دقیقه تمام این شاب سنگ ها خورد شده مثل یک بمب آتش‌زا به روی زمین باریدند. هیچ حیوان بدبختی راه فرار نداشت. این سنگ ها به هر جایی برخورد می کردند باعث آتش سوزی می شدند و نصف جهان به جهنم تبدیل شده بود. تقریبا از بین رفتند و قسمتی که زنده مانده بودند 10 ساعت بعد از آتش سوزی مردند و در اثر آن یکی یکی از بین رفتند. زمین پوشیده از جنگل بود. آتش داشت به همه جا گسترش پیدا می کرد. در 2 ساعت اول 75% حیوانات و گیاهان از بین رفتند. بیشتر از 25 کیلوگرم داشتن قادر به ادامه زندگی نبودند و دود بیکرانه آتش سوزی باعث شده بود دور تا دور کره زمین شود. نذاشت یک ذره پوشیده شود، نذاشت یک ذره نور خورشید به زمین برسد و این وضع 1 سال طول کشید و نذاشت هیچ نوری به زمین برسد و مقدار گل و گیاهی باقی مانده بودند، خشک شدند و مردند. این وضع باعث بارش باران اسیدی شد و این باران باعث شد حیواناتی که داخل آب هستند جون سالم به در نبرند. تعداد زیادی از آنها مردند ولی مقداری باقی ماندند. لاک‌پشت و کروکودیل بود که توی آب زنده بودند. بعد از 1 سال دودها رفت و دوباره خورشید نمایان شد. اما زمین را نمی شناخت. زمین که همش جنگل بود تبدیل به بیابون شده بود. وقتی خورشید آمد زمین نفسی تازه کشید و دوباره جان گرفت و اولین گیاهانی که سبز شدند سرخس‌ها بودند. توی این 1 سال هیچ غذای روی خشکی‌های زمین پیدا نمی شد.
و برای همین حیوانات خشکی از بین رفتند. و تعداد محشی 100 گرم زنده مونده بودند. این وضع 100,000 سال طول کشید تا بالاخره بعد از این مدت حیوانات یکم بزرگ شدند. بزرگترینشان تقریبا اندازه یک سگ کوچک بود. توی این 100,000 سال وضعیت گلوگیاهان یکم بهتر شده بود. برای همین زندگی داشت برمیگشت. بعد از 200,000 سال از اون انفجار گیاهان بهتری روی زمین رویدن که میتونستن زندگی ایجاد کنن، مانند پیکن ها، یک نوع گردوی وحشی الان در آمریکای شمالی فراونه. این باعث شد تنوع حیوانات 3 برابر شود. وزن بزرگترین حیوانات به 25 کیلوگرم رسیده بود. اما برگ برنده زمین بعد از 700,000 سال رو شد. لوبیای وحشی که در سراسر زمین شروع به رویدن کرد. این لوبیا هم باعث شد زیاد شدن تنوع حیوانات شد و هم به دلیل پروتئین زیاد آن باعث بزرگ شدن آن شد. بزرگترین حیوانات به 50 کیلو رسیده بود، یعنی اندازه یک چیتا. دیناسورها به کل از بین نرفتند. پرنده های بقای آنها اند. این پرندگان تنها بازماندگان دیناسورها هستند که دانشمندان معتقدند در آن زمان دیناسورها پرندگان چگونه زنده ماندند. آنها میگویند آنها توانستند برای خود دانه درست کنند و این دلیل زنده ماندن آنها است.